علیکم تماشابینان عزیز. امروز تیار میکنیم پیروک گوشتین. در خمیرش چی در کرایمون آب، یک تا سلیچ масла را ایتیورکا میبریم، خوش رو ارالش میکنیم. بعدن یک بکال دا کیفیر، یک قاشقچه میده هک سودا را میاندازیم، خوش رو کدا میکوبیم و درونی اردا میدوزیم. کمتر نمک خوش رو کدا خمیرش میشوریم، میمونیم کمتر دم میگیره. برای دروش محصولاتایی که درونی پیروک دا میدوزیم: گوشت، پیاز، کارتوشکا، کمتر مرچ، نمک، تمام همه چیز برای درونش در کرای. خمیری ما خوش رو گرفت. تماشابینان عزیز، دو تا زولاچه کردیم، یک تاشه کلون، یک تاشه میده. انا میخوای کدا تنگ میکنیم شه، تنگ باید باشه. بعدن در لیست میمونیم و محصولاتایی که در درونش میمونیم دیم زولای میده ها گونم تنگ کدا بالای قایده میپوشونیم پیروگ دا. گرداش خوش رو کدا محکم میکنیم. سر می کشد فریاد من، اینش ای جادی من، بیشتر بر امداد من. ما بین پیروک انخی کدا کورچه خطی کمتر میبریم که هوا درویه. بعدن در دخوفکا میمونیم پیروکا. پیروک ما تیار شد. تماشابینان عزیز، انا میخیل آمد بیدش به حد بامزه. تماشابینان عزیز، سر میکنیم شیله را. در شیله چی میره؟ آب، پیاز، لوبین، نخود، لوبی ساوزا، کمی چیزو ده. انا پیاز، پامیدور، بالگاری، زلین همه نمودش، پودینه، ریحان، اشقلب همش در آب می اندازیم. پیاز دانگیشو می جوشه خوش رو که لوبی و پیاز پامیدورش جوشید قطی دانگیش. بعد می دازیم زلینا را، قطی برینجش. این خوراکا در هر محله ها، هر ناحیه های خود مونده. هر چی نام میکنن، شیلای تیزک، شیلای دوغی، شیلای آبی، ناشقلب هر خنوم میگیرن. تماشابینان عزیز، شما همه چی میگین؟ حتما در کامنتری نویسین کنی شما چی میگین؟ شیلای دوغی میگین؟ شیلای تیزک میگین؟ تیار میکنیم سالاد برون درون شیله را. این محصولات ما در کنه. تماشابینان عزیز، رنگ هر وقت پامیدور، بودرین، پیاز، زلین، قرنفل، چکه در کرای. اینجا دخواه چکه نیست، رنگی تاجیکستان بریم. میدازیم کیفیر درونش ده. کیفیر را کمتر نمک آب لیمون کنیم، قریب رنگی چکه تاجیکستانی خمون میشه. کشد فریاد من، میشنو کیم بنیادی من، سر میکشد. خوراک ما تیار شد. تماشابینان عزیز، در همه جا ویدیو ما با آخر میرسه. رحمت مینندارم دستگیری کردین، کامنتاری نقص نویسیستین. خیر دوستان عزیز، در پناه خدا باشین. خداوند همگیتان نگهبان باشه. کامنت کردن و لایک ماندن فراموش نکنین عزیزان دل. خیر مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. تا ویدیوهای آینده خداوند نگهبانتان باشه.